سلام. وقتی که ویندوز جدید نصب میکنیم شامل نرم افزارهاییه که به درد نمیخورن و خودم همیشه پاکشون میکنم. میخوام همین برنامه ها رو به شما هم معرفی کنم که اگه تا امروز براتون کاربردی نداشته پاکشون کنید تا هم حافظه مصرفی کمتر بشه، هم ذره‌ای تو سرعت ویندوزتون تأثیر بذاره. روی استارت کلیک کنید و آن اینستال رو بنویسید. باید add or remove program روش کلیک کنید. نرم افزار اضافی که میبینید من خودم نصب کردم. بریم دنبال نرم افزارهای ویندوزی بگردیم. فیدبک ها رو حذف میکنیم. گیم اسیست رو حذف میکنیم. مایکروسافت بینگ حذف نمیشه. کلیپ چمپ رو حذف میکنیم. نیوز هم با اخبارش به درد ما فارسی زبونا نمیخوره، پاکش میکنیم. واندرایو رو حذف میکنیم. ازش خوشم نمیاد، پس زمینه زیاد فعاله. منم برام کاربردی نداره، هیچ وقت استفاده نکردم. تیمزم به درد من نمیخوره، پاکش میکنم. تودو اینم حذفش میکنم. پاور اتومیت اینم پاکش میکنم، به درد نمیخوره، کاربرد خاصی نداره. کویک اسیست رو هم پاک میکنم، به درد نمیخوره. این بازی ها رو هم من پاک میکنم، اصلا استفاده ندارم، هیچ وقت استفاده نکردم، الکی نباشه رو سیستم. ایکس باکس هم به درد نمیخوره، من هیچ وقت استفاده نکردم. ایکس باکس لایو هم پاک میکنم. خب بچه ها، برنامه هایی که تا الان پاک کردیم نبودشون مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه شما هم استفاده نمی کنید پاکشون کنید.